دیگه نشستیم صحبت کردیم، گفتیم موردش چیه، نکنه این بچه چیزه مثلا لخت، الان بچه 6 ماهه، دو تا پوشک دیگه، پوشک رو که نمیتونی با شلوار رو نمیدونم فلان و اوورکوت و مانتو و اینا تن بچه 6 ماهه کنی بگی الان پوشک هم داره ها، تبلیغ پوشک دیگه. اگر بچه استفاده می‌خوای بکنی باید پای چیز کنی، بچه که نمیتونه پوشک رو بگیره ماچ کنه بگه عجب پوشک خوبی، باید تنش کنی دیگه. گفتیم آقا نکنید، بذار یه لباسی هم تن این بکنی، یه لباس کشکی هم تن این کردیم، برگردوندن فلان فلان دیگه. به یه جای رسیدم گفتم من غلط کنم دست به این کار بزنم، من باید بدونم مورد این چیه. بعد اون موقع تلویزیون اینطوری برنامه، ببین شما یه کاغذی داری که مثلا سربرگ و اینا نداره، رو یه یادداشت برنامه می‌نویسن که کار انیمیشن فلان مورد دارد، مورد آن رفع شود، مثلا ثانیه فلان فلان. ما رفتیم سر ثانیه فلان، میگفتیم خب آها ثانیه فلان نکنید پاهای این بچه، آخه اینم که اصلا چیزی نیست، که اصلا چیزی دیده نمیشه، بعد این خیلی کوچولوئه. گفتیم سر بچه مثلا 6 ماه هم که نمیتونیم روسری کنیم، باز مسخره میشه، مثل همون که هدیه تهرانی تو تهران 1500 کلا چادری باشه. خب اینم چیز میشه. یه بار دیگه من به مدیر تولیدم گفتم ببین من غلط کنم دست به این کار، تا نگین مشکل چیه ما نمیفهمیم، اصلا ما نفهم، شما بگو آقای مسئول. یه نفرم بود تو اون هیئت 12 13 نفره‌ای که شما تیزر میفرستی برای تلویزیون، 12 13 نفر میشینن میگن اون چرا دماغش اینطوریه، اون چرا کفشش اینطوریه، فلان فلان اینا، و هی برمیگردونن کاری که اصلاح بکنی. مدیر تولیدمون میگفت زنگ زد اون آقا به من اسم اون آقا رو نمیدونم، یعنی یه نفر اگه می‌خواست اسم ببره همون آدم گفتش که جناب مثلا آقای فلانی مدیر تولیدمون این انیمیشن یه مشکل اساسی داره. خب چیه؟ الان شما 2 تا کاراکتر گذاشتین، کاراکتر دختر خیلی زیبا شده، حالا حساب کن تو کاراکتر 6 ماهه ساختی باید بیریخ. من تو ذهنم گفتم خب این حتما یه آدم بیمار جنسیه که به یه کاراکتر انیمیشن 6 ماه هم نظر داره. گفتم دیگه بدترین حالت اینه دیگه از این بدتر نداریم، از این بدتر بود. بعد گفتم خب بچه هست دیگه، این باید خوشگل باشه. خب بچه 6 ماهه در کوچولو با حال موجه خوشگل گذاشتیم، چش رنگی گذاشتیم. گفت نه جناب آقای فلانی، شما شاید به خاطر تجربتون خیلی مردم رو نمیشناسین، یک سری مردم هستن که متاسفانه با دیدن این کاراکتر بچه که دختر بچه شما خوشگل چیز کردی میبینه، میگه که ببین دیگه این مامانش چقدر خوشگله.